حال شما خوبی مسا جون؟ بسیار بسیار خوبم. شما رو میبینم بهتر. قربونت برم. دوستان عزیز، اول از همه من به تمام دوستانی که جوین شدن یه خوش آمد بگم. در خدمت خانم حمیده باسق از معلمین با تجربه اسکول بورد تورنتو یا TDSB هستیم. حمیده جان قبلا در یه نشست آشنایی با سیستم آموزشی کانادا همراه ما بودن که بسیار مورد توجه شما قرار گرفت و به خاطر همین امروز ازشون دعوت کردیم که برای شروع یک سال تحصیلی موفق در خدمتشون باشیم. خوش اومدین حمیده جان. مرسی مسا جون. منم همینطور عرض ادب خدمت شما و تمام خانواده ها، پدر مادرای عزیز گرامی و همینطور بچه های عزیزی که سال تحصیلی رو هفته پیش شروع کردن در کانادا و در تورنتو عرض ادب دارم و انشالله که سال خیلی خوبی در پیش رو داشته باشن، با موفقیت، با سلامتی و با شادی. سال تحصیلی نو واقعا خیلی انگیزه میده بر همه خانواده های شروع جدید هست برای فرزندانشون و من امیدوارم که همه چی خوب پیش بره و انشالله که همیشه موفق و سلامت باشن. بسیارم عالی. دقیقا این موقع سال یه حال و هوای دیگه ای حتی برای بزرگترا داره، حتی برای کسایی که بچه ندارن. خب حالا سال تحصیلی شروع شده، هم معلما هم استاف مدرسه دارن به این روتین جدید عادت میکنن و هم بچه ها. سوال اول من از شما اینه که چطور میشه به بچه ها برای شروع سال تحصیلی موفق کمک کرد؟ خیلی سوال خوبی هست مسا جون. من همیشه وقتی که از من همچین سوالی میپرسند، حالا خانواده، دوستان محبت دارن برای تجربه من این سوالو میپرسن، من همیشه بهشون میگم که برای هر چیزی شما باید یک برنامه ریزی داشته باشین و سال تحصیلی هم دقیقاً مثل همون چیزای دیگه ای هست که تو زندگی ما هست. ما باید برنامه ریزی داشته باشیم برای شروع سال تحصیلی فرزندانمون. من همیشه فکر میکنم خانواده ها اگر که یک برنامه کوچیکی در طول روز داشته باشن که مثلا فرزندشون یا فرزندانشون ساعت 4 بعد از ظهر میرسن خونه، اوکی، حالا اگه قراره یک استراحتی بکنن، یک غذایی بخورن، یه مقدار تلویزیون یا هر چی به هر حال به عنوان رفع خستگیشون انجام بدن، فکر کنید مثلا 5:30 بعد از ظهر بشه. از اون ساعت رو حتما سعی بکنن برنامه‌ریزی داشته باشن، یه ساعت خاصی رو برای هومورک بچه هاشون یا تکالیف انجام بدن داشته باشن که مثلا این ساعت رو ما با هم میشینیم و کار مدرسه تو رو در حقیقت مرور میکنیم. امروز چی کار کردید؟ آیا تکلیفی هست؟ آیا تکلیفی نداری؟ اگه نداری خب پس میتونیم مثلا خودمون در رابطه با کاری که تو امروز کردیم، مثلا در ریاضی چی یاد گرفتی، یه مقداری روی اون با بچه ها کار بشه اون ساعت رو. خواستم مسا جان خیلی مهمه. من فکر کنم پدر مادرای عزیز اگر یه مکانی رو تو خونه هاشون پیدا بکنن که خب کمترین سر و صدا، کمترین اینتراپشن، کمترین تقریبا زحمتی که ممکنه از محیط بیرون باشه، سر و صدا، چه میدونم خیابون، کوچه، یک حالت مثل ما که مثلا یه حالت ورک ایریا داریم برای تکالیف بچه ها یا برای مرور کاراشون هم یک حالتی داشته باشن که اینجا رو ما اختصاص میدیم به مثلا مرور کارهای تحصیلی تو و درسات و هومورکت و میشینیم و اونجا حتما، یعنی چون بچم این حالت روتین و ترتیب براش پیدا بشه. اونم من همیشه فکر میکنم یه نکته خوبی هست که ممکنه بعضیا بهش توجه نداشته باشن، یه محل خاص، یه ساعت خاص، چون معمولاً در شروع سال تحصیلی اون 1 ماه 2 ماه اول بسیار مهم هست که اگر ما مثل همه پلن‌های دیگه اگر ما به اون برنامه ریزیمون در حقیقت توجه بکنیم و فالو بکنیمش، بعد برای بچه هامونم در حقیقت این یک روتین میشه. نکته بعدی مستا جان که من خیلی میبینم با توجه به تجربه 20 ساله که در اینجا دارم، ساعت خواب بچه هاست. خیلی خیلی مهمه. حتما بچه هاتون و عزیزانتون رو به یک ساعت خاصی که باید بخوابن حتما عادت بدید و اون ساعت من فکر میکنم برای دانش آموزان ابتدایی که خب معمولا بعد 7-7:30 صبح دیگه آماده باشن، حتما نذارید دیرتر از ساعت 8:30 تا 9 شب باشه. من دیدم بچه ها رو که دیر میان، خسته هستن، واقعا روزشون توی مدرسه خیلی با
استرس، با ناراحتی، با دلهوره شروع میشه، به خاطر اینکه اولا صبح نمیتونن بیدارشن. پدر مادرها خیلی تلاش میکنن که اینا رو از خواب بردارن. معمولا بچه خسته از، کسل، بدحاله و این خیلی روش تاثیر میذاره، چون در حقیقت روز رو با انرژی مثبت و انرژی خوبی شروع نمیکنه. اینه که خواهش من همیشه اینه که حتما ساعت خوابشون رو دقت بکنید. حتما بچه‌ها به یک 8-9 ساعت حداقل خواب ممتد و خوب احتیاج دارن، در آرامش، در تاریکی کامل. حتما اسکرین تایم نداشته باشن، چون متاسفانه این مسئله سلفون ها، لپتاپ ها، آیپد ها خیلی مسائل پیچیده و مزاحمی هست در این مسئله تحصیلات بچه ها و این واقعا این مزاحمت رو سعی کنن به حداقل برسونن که بچه به موقع بخوابه و به موقع بتونه بیدار بشه و روز خوبی داشته باشه. من فکر کنم این نکات رو در ابتدای سال رعایت بکنن. امیدوارم که بعد از یه چند هفته دیگه خود فرزندانم عادت کرده باشن به این مسئله. نکته دیگه که حتما دقت بکنید، وسایل بچه ها، کیفشون رو حتما شب قبل خودشون آماده بکنن. یعنی شما نظارت داشته باشین ولی یه حالت غیر وابستگی به شما در بچه ها در حقیقت استقلال پیش بیاد که اونام خودشون بدونن که باید ارگانایز باشن، مرتب باشن. چون میدونید که در انتهای ریپورت کارت بچه ها یا کارنامه ما یه چند مسئله هست که در حقیقت معلمان راجبش نظر میدن و یکی از اونها نظم و ترتیب هست. نظم و ترتیب یا ارگانایز کردن بچه ها بسیار مهمه در موفقیت آیندهشون، در شروع سال تحصیلیشون. حتما سعی بکنن بچه ها تمام چیزایی رو که لازم دارن شب قبلش آماده بکنن، کیفشون رو بسته داشته باشن. تنها چیزی که صبح شما میتونید کمکشون بکنید حالا همون چاشت یا اسنک هست یا موقعی که مثلا برای ناهارشون چیزی بخواید توی کیفشون بذارید، ولی چیزایی رو که برای مدرسه احتیاج هست حتما شب قبلش آماده داشته باشن. به زودی من فکر کنم هفته 9 یا هفته بعدش پدر مادرها جلساتی خواهند داشت که مادر اولیا رو ببینن. در اون جلسه میتونن سوالات زیادی بپرسن از نظر تایم تیبل بچه ها، اسکیجول مدرسهشون که مثلا روز 1 یا روز 2، چون معمولا این با روز میرن سیستم تورنتو، با مثلا شنبه 1 شنبه 2 شنبه نیست، با روز 1 2 3 4 هفته روتری هست برای 5 روز. در روز 1 مثلا بچه ها جیم دارن، باید حتما مثلا کفش ورزشی همراهشون باشه. اینا مادر پدرای عزیز داشته باشن همراهشون. یه جایی نقطه از آشپزخونه اینو بزنن که بدونن فلان روز مثلا بچه پیتزا لانچ داره، خب اون روز ناهار نداره. این یه حالت در حقیقت ارتباط پدر و مادر هست با زندگی تحصیلی بچه هاشون که فکر میکنم خیلی خیلی نکته مهمی باشه در موفقیت بچه ها. بسیار عالی، بسیار جامع و کامل. دستشون درد نکنه. دوستای عزیز، من اینم بگم به کسانی که هستن کامنت ها بازه، اگر سوالی میخواین که من الان از حمیده جون بپرسن حتما برامون بذارین. یکی دیگه از سوالایی که ازتون دارم حمیده جان اینه که اگه کودکی به تازگی مهاجرت کرده باشه و هنوز زبان کشوری که بهش مهاجرت کرده رو خیلی خوب بهش مسلط نشده باشه، در این شرایط چه کمکی میشه به اون کودک کرد؟ سوال بسیار خوبیه و با توجه به حجم زیاد بچه هایی که در حقیقت ESL هستن یا بهشون میگیم ELL، بچه هایی که زبان انگلیسی زبان اولشون نیست. من خودم زمانی که 24-25 سال پیش که اومدم به کانادا و بچه هم خیلی کوچیک بودن هر دو، یه توصیه‌ای به من شد که من فکر میکنم الان توصیه درستی نبود. به من یکی از دوستان گفتن که نمیخواد بچه خیلی زبان بدونه، اینا بچه‌ن و زود میرن و یاد میگیرن توی مدرسه. و من اینو به عنوان خب کسی که تجربه آنچنانی نداشت، مهاجرت اولم بود، واقعا الان احساس میکنم نباید اینو گوش میکردم یا قبول میکردم، به خاطر اینکه ببینید بچه ها درسته که خیلی زبان آموزیشون کامله و خیلی سریع یاد میگیرن، ولی به هر حال یه چیزی نیست که ضرر داشته باشه اگه بدونن. بچه ها خیلی عقب میافتن اگه واقعا هیچی رو تو متوجه نشن. مثل شما فکر کنید که ما خودمون آدمای ادالت که مثلا یه جا بریم هیچی نشنویم و هیچی نتونیم حرف بزنیم، خیلی سخت‌تره تا کسی که حتی
یه 30-40% از حرفای رو بفهمه. و من واقعا این مسئله رو حتما پدر مادرها بدونن. درسته که بچه ها تو مدرسه آموزش میبینن، ولی متاسفانه مخصوصا پرورشی که پابلیک هست و عمومی هست و رایگان هست، متاسفانه امکانات اونقدری نیست که با فرزند شما که انگلیسیش مثلا 0 هست، اینا بتونن در روز 2 ساعت یا 3 ساعت به حالت 1 با 1 کار بکنن. اصلا پیش نمیاد. من خودم حدود 20 ساله در سیستم آموزشی هستم و میبینم که خیلی خیلی دیگه ماکسیموم با توجه به مدارسی که خب خیلی نیرو دارن و امکانات دارن، ممکنه این 45 دقیقه در روز باشه و این واقعا کافی نیست، چون دوباره اون بچه برمیگرده توی کلاسی که خب 24-25 تا شاگرد هست، حجم درس‌ها زیاده، معلم مجبور سریع رد بکنه، چون به هر حال ما هم مسئولیتی داریم که باید تا یک مقداری مثلا تا آخر ماه حتما این چیزها رو کاور بکنیم و متاسفانه بچه احساس خوبی نداره به خاطر اینکه عقب میفته. حتما پدر مادرهای عزیز اگر میتونن خودشون با بچه هاشون کار بکنن، اکسترا در روز کتاب بخونید، سعی بکنید دامنه لغت بچه ها رو یاد اضافه بکنید. انگلیسی پایه همه مطالبی هست که در مدرسه، حتی ریاضی، چون واقعا همه چی بیسش به انگلیسی برمیگرده. سعی بکنید با بچه هاتون کتاب بخونید، سعی کنید که دائم توی خونه یک حالا یا تلویزیون یا رادیو یه چیزی باشه که گوش بچه هاتون کامل عادت بکنه. داستان های خیلی خوب هست، کتاب خونه ها واقعا خیلی خوب دارن. سعی بکنید که بچه ها رو تنها نذارید. اشتباهی رو که میگم من به عنوان یه پرنتی 20 خورده سال انجام دادم که فکر کردم نه دیگه بچه ها خودشون توی مدرسه یاد میگیرن. درسته یاد میگیرن، ولی اون پروسه براشون سخت‌تره و طولانی تره. اینه که هرچی که بچه ها بدونن در ورود به مدرسه واقعا جلو میندازه، نه اینکه ضرر داشته باشه براشون. بسیار عالی. چون این سوال بعدی منم بود، میخواستم بپرسم ازتون که فکر میکنین کلاس‌های کمکی چه نقشی میتونه در موفقیت بچه ها تو سال تحصیلی داشته باشه. پس موافق این هستین که بچه ها حتما حالا از یا کلاس کمکی یا کمک والدین حتما استفاده بکنن، یعنی فقط به امید مدرسه نباشه؟ بله حتما محسا جون. و من واقعا میدونم که خب مثلا ایرانی های جدید، خانواده های نیوکامر که هستن، ممکنه یه مقداری براشون کلاس های تقویتی که مثلا در کنار مدرسه باشه، شاید هزینه هاش یه مقدار براشون راحت نباشه. میتونن آپشن های دیگه که مثلا کامیونیتی سنتر هاشون رو پیدا بکنن. کتاب خونه ها، دوباره میگم کتاب خونه ها بسیار پابلیک لایبرری خودشون ممکنه زمان کتابخوانی داشته باشن، بچه ها رو جمع میکنن بستگی به سن و سالشون. میگم پدر مادرها وظیفهشون اینه که تا میتونن این ریسورس ها رو جمع بکنن، پیدا بکنن، خودشون دنبالش برن و واقعا سعی بکنن. مثلا من میدونم یکی از دوستان خودم برای که بچهش یه مقداری از نظر زبان عقب بود، دانش آموزان دبیرستانی خیلی خیلی با مبلغ بسیار پایینی، هم برای اون بچه‌ای که بهش یاد میگیره خیلی مناسبه و هم برای اون بچه‌ای که ما میخوایم در حقیقت بهش یک کاری پیشنهاد میشه و خیلی با هزینه‌های خیلی کم میتونن برای بچه شما کتاب بخونن، یه مقداری مثلا کمکش بکنن که این پروسه زبان آموزی آسون تر بشه. اینا رو حتما در نظر داشته باشن. اگرم بشه که خب برای مسئله تویترینگ یا تدریس خصوصی بتونن کسی رو پیدا بکنن و در امکانشون باشه، این هم خیلی کمک خواهد کرد. همینجا اضافه هم میکنم که اگر که دوستان برای کلاس‌های کمکی بخوان از درسون استفاده بکنن با قیمت خیلی مناسب، فقط کافیه برای ما یه ایمیل بزنن و بگن که اون سابجکت مورد نظرشون چیه و اون وقت ما براشون بهترین معلمم معرفی میکنیم. یعنی این آپشن رو هم من به چیزایی که شما گفتین اضافه کنم. سوال پرسیدن ازمون که پسرشون کلاس اوله، با وجود اینکه شبا 8:30 نهایت میخوابه، ولی میگه ظهر به بعد من خستم، حتی اگه تایم نقاشی باشه سرسری یه چیزی میکشه و از شما پرسیدن که این به نظر شما عادیه؟
ببینید ساعت مدارس کانادا طولانی تر هست. این من خودم هم تشخیص دادم وقتی که شروع به کار کرده بودم. برام خیلی جالب بود چون من ایران هم که کار میکردم دیگه نهایت زمانی که ما توی مدرسه بودیم 5 تا 6 ساعت، اونم برای دبیرستان بود. و اینجا مدارس یه چیزی حدود 7 تا 8 ساعت بچه ها تو مدرسه هستن. یه مقداری حق دارن خستگی، مخصوصا بعد از وقت نهار من دیدم بچه ها خسته تر هستن، مخصوصا نهار رو که میخورن خب سنگین تر میشن. بچه ها فعالیتشون تو مدرسه خیلی زیاد هست. یه چیزی حدود 35 تا 40 دقیقه بچه ها در موقع نهارشون وقت آزاد دارن که خب میدونن به هر حال میدونید فعال هستن و این یه مقداری از انرژیشون هم در حقیقت اونجا مصرف میشه و یه مقدار احساس خستگیشون طبیعی هست. ولی اگر که این پدر مادر عزیز میبینن که خب این مسئله داره خیلی جدی میشه، بچه خوابش میبره یا ضعف داره یا به هر حال کسل هست و نمیتونه یادگیری خوبی داشته باشه، میتونن اونو با دکتر خانوادگیشون در جریان بذارن. شاید یه مقداری مثلا تست هایی لازم هست، چکاپی لازم هست که خب این شاید مثلا یه کمبود ویتامینه یا یه چیزی هست که میتونن به بچه مکمل غذایی در حقیقت بدن به فرزندشون، چون خب کلاس اول دبستان ممکنه که یه چیز مکمل باشه که بتونن کمکش بکنن که یه حالت بوست آف انرژیشون رو در حقیقت بالاتر ببره و بتونن روز مدرسه موفق تری داشته باشن. ولی خستگی عمومی یه چیزی هست که خیلی نگران کننده نیست. میگم مگر جوری باشه که واقعا فرزندانمون رو از یادگیری بخواد عقب بندازه، اون وقت که پیش بیاد میتونن با دکترشون مشورت بکنن و ببینن که آپشنی هست. بسیارم عالی، ممنون و متشکرم. سوال بعدیم ازتون اینه که والدین چه نقشی میتونن در مدرسه داشته باشن به عنوان داوطلب؟ چون میدونم بعضی از والدین خیلی دوست دارن که داوطلب بشن برای اکتیویتی های مختلف ولی نمیدونن که چطور باید این کار انجام بدن. بله، بسیار سوال خوبی هست و بسیار بسیار نکته مهمی هست. من همیشه به پدر مادرها واقعا اگر که وقت آزاد داشته باشن و بتونن، همیشه توصیه میکنم که حتی الامکان با مدرسه بچه‌تون اینوالو باشین، یعنی خودتون رو درگیر بکنید، مشغول بکنید. حتی زمانی که دارید شما میتونید در هر ماه یک روز کامل یا یه بعد از ظهر یا هر 2 هفته یک بار، میگم بستگی به زمان آزادتون داره، این کار رو انجام بدید. بسیار پروسه آسونی هست. شما باید با مدیر مدرسه تماس بگیرید، حالا یا ایمیل یا میتونید قرار وقت ملاقات بگیرید، برید مدیر رو ببینید. یه فرمی هست در مدارس تورنتو که به این شکل صداتون فقط یک لحظه قطع شد. فرمی هست تو مدارس تورنتو که این فرم میتونن از پرینسیپل مدرسه بگیرن. بله این فرمو میتونن برات خواهش معذرت میخوام. بله این فرم از مدرسه بگیرن، پر کنن این فرم رو. چون میگم مسئله مدرسه و سیفتی بچه ها هست، باید یک پلیس بک‌گراند چک داشته باشن که کسی که تو مدرسه میره و با بچه ها در تماس نزدیک هست، از نظر مثلا بک‌گراندش یا سابقش آدم سیفی باشه، آدم ناامنی نباشه. همین این فرم رو باید روز یک شنبه است و فکر کنم مخابرات ایران خیلی فعاله. محسا جان به روزی که میتونن شما رو پیدا کنن. بله، و این مسئله اینه که اون فرم رو که پر کنن و پلیس چک داشته باشن، بسیار مدارس، معلم ها، مدیرها و واقعا استاف مدرسه استقبال هم میکنن، چون خب میگم کلاس ها معمولا سایزشون بزرگه. هر کمکی که از دست یک پدر مادری که والنتیر باشن و داوطلب باشن، واقعا من خودم به عنوان معلم خیلی همیشه خوشحال میشم. و این هم برای پدر مادرها خوبه که وارد محیط مدرسه میشن، بچه هاشون رو میبینن، یه مقدار زیادی آشنایی میگیرن، آگاهی میگیرن. چون میگم
میگم سیستم آموزشی کانادا بسیار بسیار متفاوت هست با اون چیزی که ما تو ایران باهاش هم در حقیقت سر و کله میزدیم و داشتیم. خیلی متفاوت هست. اونو میبینن پدر مادرها، بعد وارد محیط مدرسه میشن، بچه هاشونو میبینن، این به خود بچه هم از نظر اعتماد به نفس و عزت نفس خیلی خوبی میده که خب میبینه پدر و مادرش علاقه‌مند هستن و میگم تاثیر بسیار بسیار مثبتی هم داره بین رابطه‌ای که خود پدر مادرها دارن با آموزگار بچهشون با محیط آموزشی. و میگم یه چیزی هست که واقعا همه جانبش سود هست و خیلی خیلی مثبت و خیلی هم کمک میکنه و هم خیلی مثبت هست. نمونه دیگهش همین سفرهای یک روزه است که بچه ها میرن. من همیشه واقعا به پدر مادرهای کلاسم حتی باورتون نمیشه که خیلی وقتا اصرار میکنم که اگه میتونید لطفاً بیایید، به خاطر اینکه به من هم خیلی کمک میشه. مثلا اگه بچه ها رو میخوایم ببریم یک روز باغ وحش و تعداد بچه ها زیاده، خب من میتونم یه گروه کوچیکی رو به پدر مادرها در حقیقت واگذار بکنم. خیال خودم هم راحت تره که بچه ها سوپرویژن بیشتری دارن. میگم از همه جانبش سود هست و خیلی مثبته. بسیارم عالی. همینجا جون ما که سیر نمیشیم از استفاده کردن از دانش و تجربه شما، ولی دیگه بیشتر از این نمیخوام روز یک شنبه وقتتون رو بگیرم. دوستان عزیزی که همراه ما بودین خیلی خیلی ممنونم. من این لایو رو سیو میکنم که دوستانی که نتونستن جوین بشن حتما یه ریسورسی داشته باشم. ممنونم از وقت همگی. روزتون بخیر. خوشحال شدم مهسا جان، با آرزوی موفقیت برای شما و همه خانواده‌های عزیز ایرانی که واقعا با هزار امید آرزو بچه هاشون رو به مدرسه میفرستن. امیدوارم که همه چی خوب پیش بره. هر سوالی داشتن من در خدمتتون هستم. میدونم مهسا جان با من در تماس هستن. خیلی خوشحال میشم که کمکی بتونم انجام بدم. خیلی ممنونم حمیده جون. روز خیلی خوبی داشته باشید. شما خدا نگهدار. خدا نگهدار.